أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. در این آیت الله متعال خطاب خاص بیان میکند و یک امر خاص به مردمان خاص که مسلمان نبودن، یهودی ها است، برای اینا خطاب میکنه. مناسبت از آیت با ما قبلی است که در آیات قبلی الله متعال هدف قرآن بیان کرد. قرآن بر چی نازل شده؟ اعبدوا ربکم، عبادت، بندگی و اطاعت ربتان بکنین، فقط از نظام الله اطاعت کنین، حاجات مشکلاتتان فقط از ربتان بخواین، رکوع سجده و نذر و نیازات همه را مختص به الله کنین، به ربتان. اینال در اینجا سوال پیدا میشه که خب رب الله گفت کی است؟ با صفاتش بیان کرد. الذی خلقکم، شما را آفریده، والذین من قبلکم، پدرایتان، الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین برتان بر زندگی آباد کرد، آسمان سقف جور کرد، آب باران می بارانه، و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات، انواع نباتات، میوه ها، غلباب، چیزی که من نعمتهای خوردنی، نوشیدنی، پوشیدنی است، همه را الله برتان پیدا کرد. اینی را رب میگه. پس این تو ذات عبادت کن. توحید ربوبیت مستلزم توحید الوهیت است. وقتی که ربتان واحد است، الله است، پس فلا تجعلوا لله اندادا، پس در عبادت کسی را با امرای شریک نکنین. چرا از غیر الله اطاعت میکنین؟ عیسوی را به عیسی علیه السلام عبادت میکنن، چیزش مریم عبادت میکنن، یهودی ها علماء خدا نه، هندوها بتا را عبادت میکنن، دیگه مردم ها پارلمان، رئیس جمهور اینا خدا نه عبادت میکنن، سیکولرستا، کمونیستا هم میتونن. چرا شما ایتو میکنین؟ همین 6 میلیارد کافری که در روی دنیا فعلا هست، نه؟ یا 5.5 میلیارد. اینال وقتی که دلایل بیان کرد و این کنتم فی قرآن کتاب حق است، پیامبر حق است، حقانیت ثابت شد، انسان ناچار است، و دلیلی که الله بیان کرد که قبول ندارین خیلی مثل قرآن بیارین. بعد نعمت ها را بیان کرد. ای انسان ها، برای شما نعمت حیات دادم، زندگی. کیف تکفرون بالله و کنتم اموات، وجود نداشتین، فاحیاکم ثم یمیتکم. با نعمت ازی که هو الذی خلق لکم ما فی الارض، تمام زمین منافعش بر شما پیدا کرد، آسمان ها را جور کرد. نعمت ازی که آدم علیه السلام خلیفه اول انسان پیدا کردیم، پدرتان پیدا کردیم، خلافت روی زمین برش دادیم. علم آدم الاسماء، علم بسیار که علمش از ملائکه بالا، یک قدر علم برش دادیم. مسجود ملائکه گردانیدیمش، ملائکه را امر کردیم که اسجدوا لآدم. باز در جنت داخلش کردیم، دیگه نعمت. و در جنت امو گناه را مرتکب شد، امو نهی الله را که فلا تقربا، نزدیکی درخت نشین. باز چی کردیم؟ باز الله توبهش قبول کرد. فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علی. اینال وقتی که این نعمتها را الله بیان کرد و خطاب چی بود؟ یا ایها الناس، تمام کفار دنیا، بت پرست هستی، هر کی آتش پرست هستی، عیسی پیامبر پرست هستی، ستاره پرست، آفتاب پرست هستی، هر کافری که هستی، اعبدوا. این خود دعوت عام بود. اسلام قرآن نمی قانون میشه، عام دعوت، آل خاص دعوت. اینا در مدینه بودن. کیا؟ بنی اسرائیل، بنی اولاد اسرائیل، یعقوب علیه، اولاد یعقوب علیه السلام. الله با این کلمه یاد میکنه، این کلمه شفقت است. ای اولاد بنده نیکی که او پیامبر بود، موحد بود، مطیع و فرمانبردار حکم الله بود. شما خو اولاد نبی هستین، اولاد پیامبر هستین، شما چرا کافر شدین؟ شما چرا بیدین شدین؟ ای اولادای نبی، بیاین ایمان بیارین مثل پدرتان با حکم الله.
مثل که میگم ای فرزند عالم، تو خب پدرت عالم است، بیا علم یاد بگیر، چرا این کارا رو میکنی؟ میگم تو که میگم ما سیده، ای سیده عالم، شما چرا گناه میکنین؟ اولاد پیامبر هستین، بین شما چنگ بزنین به کتاب الله. چرا شما قرآن قبول ندارین؟ چرا پیامبر قبول ندارین؟ همین یهودیا چند قبیله کلانش بود در مدینه؟ این صورت گفته مدنی است، خطاب به اونا. 3 قبیله کلان: بنو قریظه، بنو نذیر، بنو قینقاع. بنو اولاد قریظه اولادی قبایل کلان بودن، زندگی میکردن، خانه داشتن، تجارت داشتن، کاروبار بسیار بلند داشتن، زیاد سرزمین زندگی داشتن و دعوا میکردن که ما اولاد پیامبر هستیم، دعوا میکردن ما کتاب آسمانی داریم، دعوا میکردن پیامبر ما موسی است. حال الله متعال در اینجا میگه که اگر دیگاه نمیکنه قبول، شما خب باید بکنید. مثل که ما میگیم اگر کافر اینا قبول نداره، شما مسلمان ها اگر عام مسلمان ای مجاهدین ها، شما چرا خراب شده؟ نه، شما 14 سال جهاد کردین، بین شما کتاب الله را چنگ بزنین، قانون الله را قبول کنین و اینا در زندگی خود و دیگر را عملی کنین. یعنی افسوس است، تاسف است که شما این کار میکنین در حالی که زندگیتان در اسلام، پدرایتان، پدرتان مسلمان تیر شده. شما چرا این کار میکنین؟ پس اینجا خطاب خاص است. پس قرآن منهج و روش خوب بفهمید، عام خطاب، خاص. باز بعضی وقت بخی اخص که وانذر عشیرتک الاقربین، خانواده، فامیل، قوم، اجتماع، خاص علما، دانشمندا، دکتر صاحبا، ماستر صاحبا، مجاهد، اینا رو. باز عام، غیر مسلمان، غیر مسلمان هم خاص عام داره. پس اینجا خطاب به اینا است. چرا؟ زیرا اینا کسایی بودن وقتی که رسول الله هم در مدینه آمد. نه، رسول الله هم چند سال در مکه بود؟ 13 سال. بعد از 13 سال که در مدینه آمد، صفات رسول الله هم، حتی چهرهش، قوارش، زندگیشی که در مدینه میاد، کل اوصافش در تورات کتاب یهود وجود داشت. موسی علیه السلام با آمدن خاتم النبیین بشارت داده بود. عیسی علیه السلام قوم خدا بشارت داده بود که میآید و اینا میفهمیدن که میآید. توجه هستی؟ وقتی که رسول الله هم آمد در مدینه، خوب شناختن پیامبر سلام، ولی دیده و دانسته انکار کردن، ایمان ناوردن. این بسیار کفر خطرناک. حق میشناسی، قبول نمیکنی. الله در قرآن میگه الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم. کسایی را که به اینا کتاب دادیم این پیامبر را میشناسن مثل که اولاد خدا میشناسن. اینقدر میفهمه که اینمی نبی آخر زمانه. بشارتش مثلا در سورت صف عیسی علیه السلام چی گفت؟ و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. بشارت دادم. وقتی که گفت عیسی علیه السلام یاد که میگه او زمانه را، فرزند مریم، یا بنی اسرائیل، ای اولاد یعقوب علیه السلام، ای یهودیا. عیسی علیه السلام هم پیامبر به یهود فرستاده شده. انی رسول الله الیکم، بدون شک ما رسول الله است، به شما آمدیم، فرستاده شده. مصدقا لما بین یدی من التورات، تصدیق میکنم آنچه که پیش روی ماست از تورات. و مبشرا برسول، بشارت میتم شما را به پیامبر یأتی من بعدی که بعد از من میآید. کی گفت گپ؟ عیسی. بعد از من یک پیامبر میاد اسمه احمد که نامش احمد است. رسول الله هم نامهای زیاده، احمد، محمود، حاشر، عاقب، محمد رسول الله. این سورت محمد. فلما جاءهم بالبینات، هر وقتی که با دلایل واضح آمد را قالوا هذا سحر مبین. پیامبر آمد یا گفتن این جادو است. فهمیدین؟ و همین قسم در سورت اعراف ببینین که در اونجا در تورات نوشته شده بود صفات خاتم النبیین رسول الله صلی الله علیه و سلم. صفاتش در اونجا ذکر بود که آیت چند؟ آیت 156 سپاره 9 سورت الاعراف.
در اینجا الله می فرماید که الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. او کسایی که تابعداری میکنن الرسول پیامبر فرستاده، النبی پیامبر آخر زمان رسول الله سلام محمد صلی الله علیه و سلم، ام رسول بود ام نبی، رسول نبی الامی، امی که ناخوان بود چیزی را نخوان، الذی آن رسولی که یجدونه پیدا میکنن اینا او را، نام و صفاتش مکتوبا نوشته شده عندهم پیش در حضور از اینها فی التورات، در تورات صفات ازی است، نه در تورات نوشته شده بود که تو پیامبر، والانجیل در انجیل یأمرهم بالمعروف و ینها، این تو پیامبری که امرشان میکنه به نیکی ها، منع میکنه از گناه ها، این تو پیامبری یحل لهم الطیبات، با حکم الله حلال میکنه چیزای پاکیزه را، یحرم علیهم الخبائث. پس رسول الله هم چی بود؟ در کتابای از اینا، در تورات، در انجیل، علمایشان کلشان میفهم، حتی عوامش میشنن و اونا حتی میترساندن مردم که آخری پیامبر نزدیک است که بیا. اما وقتی که رسول الله آمد میگفتن قرب زمان و نبی، نزدیک شده زمان نبیه که آخر زمان وقتی که آمد ما ایمان میاریم، باز که شما مشرکین کار داریم. بود پرستارا میگفتن لاقتلنکم قتل عاد و ثمود، مثل عاد و ثمودی ها شما را میکشیم. حتی فیلم عمر هم که پر شده در مو هم یکیش میگه در مکه که میره یک کسی یک ذره ظلم میکنه سرش، میگه باش که نبی موعود بیایه با ما کتید کار داریم. باز او بچه ابو جهل میگه که چی میگه؟ میگه نبی موعود چیست؟ ما را از او میترسانه بانش بیایه. خود یهودی ها و مشرکین میترسان که اگه ای آمد ما کتیتان کار داریم. فلما جاءهم ما عرفوا، هر وقتی که آمد آنچه که شناختن کفروا به، کفر انکار کردن. فلعنت الله علی الکافرین، ای تو کافر خوب شناخت. اینا چی شدن؟ در اهل کتاب اول کافر هم یاشت، مردم هم میترساندن از آمدن نبی آخر زمان محمد ابن عبدالله رسول الله صلی الله علیه و وقتی که آمد اول کافر کی شدن؟ امیا. اول دشمنی را کی شروع کرد؟ امی مردم. الله متعال هر کس دعوت می، هر کافر زدی و اینا را دعوت میده که شما باید قبول کنید. این را به این خاطر گفتم که یک تصویر اینجا جمع شود براتون. خب که بنی اسرائیل کی بود؟ چرا الله اینا را خطاب میکنه؟ به خاطر که اینا رسول الله در مدینه که آمد اینا اونجا بودن، اینا پیامبر صلی شناختن و اینا اولین کافرها بودن از اهل کتاب. در مدینه اول کافر اینا قبول نکردن. کسایی که حق شناخت عالم شد قبول نکرد، عالمانه کافر شد، اینمی مردم است. کدام مردم است؟ اینمی یهود و یک نام دیگه‌شان بنی اسرائیل، اولاد یعقوب علیه السلام. فهمیدین؟ یک نام دیگه‌شان فعلا سیونیسم، یک نام دیگه‌شان اسرائیل. نه نامای زیاد دارن فعلا، کلش یک نام مختلف، کلش مسمى یک. اینا الله متعال اینا در مدینه زندگی میکرد، اینا را خطاب میکنه که شما خب باید قبول کنین، شما چرا اینطور میکنین؟ نعمتهای خدا الله یاد میکنه و دیگه ایره میگه که اینا تا وقتی که پدرای از اینا به حکم الله، وحی الله، رسول الله پابند بودن، ما خلافت بر از اینا دادیم، خلافت روی زمینه. در انبیاء علیه السلام مثلا نعمتها سر از اینا الله کرده. این نعمتهایی که به اینا کرده به هیچ کس نکرده الله. بسیار نعمت، حال شما میبینید این نعمتهایی که به اینا کرده. و زمانی که اینا نافرمانی کردن، کفران نعمت کردن، الله خلافت گرفت، قباحات در اینا پیدا شد. به کی داد؟ به بنی اسماعیل. الله از اینمی آیت حالات یهود تا آیت 142 سیقول السفهاء من الناس تا اونجا مفصلا حالات اینا رو بیان میکنه. الله چرا اینا رو یکی یاد میکنه؟ یکی خود دعوت، دیگه نعمتایی که کرده و دلیل از اینکه خلافت برشان دادیم، اطاعت میکردن. بعد از او قباحاتشون یاد میکنه و او قباحات و صفاتهای بد، کفر و شرک و اعمال اینا سبب شد که خلافت از اینا انتقال کند
از بنی اسرائیل به بنی اسماعیل، با اولاد رسول الله، با اولاد اسماعیل علیه السلام که عرب است. و دیگه این را بیان میکنه که دشمن ها را بشناسه. الله دشمن شناسی ضرور است. در یک منطقه که زندگی میکنی باید دوست دشمن تا بشناسی، قوت دشمن را بشناس، مکرشان را بفهم، فریبشان را بشناس، عقایدشان را بفهم تا که فریبت نتن. بسیار ما و شما میال داریم مسلمان های خواب برده، هیچ دشمن خدا نمیشناسه کی هست. از مکر و فریب و استراتژی های از اونا خبر نیست، از قوتش خبر نیست. دوستای خدا هم نمیشناسه کیست. خراب بخو خواب شو. اکثر مولوی صاحبا اکثریتش از سیاست دنیا، دشمنای واقعی، دوستای واقعی هیچ خبر نیست. حتی حق باطل، اهل حق کیست، اهل باطل کیست نه. هرچند این کافر که گفت اینی دوستت هست میگه خوب، کافر که گفت اینی دشمنت هست میگه خوب. امیال ما شما قوی ترین دشمن کافر کی را به ما معرفی کرده؟ پاکستان، ایران، عربستان، این مسلمان ها را ما شما میگیم که قوی ترین دشمن ما پاکستان، باز سعودی که تیزی دوستی و هم دشمن ما، باز ایران. یعنی در ایران خوب مسلمان های خوب هم هست. یکم تو میگه که ایران که شد یعنی کلش خراب، هیچ خوب نداره. تو خوب مردم در اونجا بسیار پابند قرآن سنت هست، اهل سنت هست. حالا دوستت بشناس. دشمن دوستای ما را دشمن معرفی کرده، نه دشمنای ما را چی کرده؟ دوست معرفی کرده. دوستایتان کیست؟ فلانی خان کو دشمن کل جهان اسلام. اینجا قرآن چی میته؟ بیداری میته. بیداری دشمن بشناس، فریبت نتا، خوش کده باشی. اینا بسیار خطرناک هستند. و منافقین در بین یهود هم بود که در ظاهر می آمدن میگفتن ما دوستایتان هستیم. خو یهود چرا رسول الله هم نمیکشت؟ این کارا میکرد به خاطر که اینا با تعهد و پیمان زندگی کردن. اینا چی کردن؟ عهد و پیمان کردن. زمانی که عهد و پیمان خدا شکستاندن، بعد رسول الله هم چی کردشان؟ جلاوطن تبعیدشان کرد. توجه شد؟ بعدش کشتش، بعدش بیرون شد. داخل عمر خود رسول الله هم حکم کرد که اخرجوا اليهود من جزیره العرب، از جزیره عرب یهودا بکشن. بسیار ظلم میکنن، خائن هستند، حق شناختن، ایمان نوردن. اخرجوا المشرکین من جزیره العرب. پس آن یا کلشان قبول که حق نکردن، چیزش کشته شد، چیز جلاوطن شد. هم از مکه، هم از مدینه، از خیبر بره. از سرزمین حجاز چی را میگم؟ مکه و مدینه. از این سرزمین مقدس اینا چی شدن؟ بیرون شدن. قرآن این تو کتاب سیاسی هم هست. سیاست هم بسیار قوی بیان. این تو سیاست قرآن بیان میکنه که هیچ کس نمیتونه. دشمنای تا معرفی میکنه. دیگه در یا بنی اسرائیل بسیار اهداف بوده، براتان گفتم که چی هست. یا عرف ندا و خطاب است. بنی اولاد میگن، اسر عبد، ایل الله. به زبان عبرانی ایل الله را میگن. اسرائیل عبدالله، بنده الله. این نام کی است؟ نام یعقوب علیه السلام. یا بنی اسرائیل ای اولاد بنده الله، ای اولاد یعقوب علیه السلام، ای اولاد پدری که نبی بود، مطیع بود، فرمانبردار الله بود، نافرمانی از وحی و کتابش نمیکرد، از نبی نمیکرد نافرمانی. و خود یعقوب هم فرزند کی است؟ اسحاق فرزند ابراهیم. یهودی ها ادعا میکنن که ما در کدام دین هستیم؟ در دین ابراهیمی. همیالی هم میگن به شرف ها. ابراهیم علیه السلام دوست دارن، همیال اسماعیل هم. ولی که به محمد صلی الله علیه و آله رسول الله صلی الله علیه و مستقیم در نسب اسماعیل است. و یک فرزندش نبی است. میگن سخت ترین دشمن محمد ابن عبدالله رسول الله صلی الله علیه و سرسخت ترین دشمن است. سرسخت ترین دشمن ما و شماست. کافر شدن، عالمانه کافر. اسرائیل در صورت آل عمران میاد که سپاره 4 در سرش الله بیان میکنه که نام کی است؟ نام خود یعقوب علیه السلام. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، هر غذا حلال بود از برای اولاد یعقوب الا ما حرم اسرائیل، این اسرائیل مگر آنچه که حرام کرد اسرائیل یعقوب علیه السلام علی نفسی به نفس خود، من قبل ان تنزل التوراة، پیش از تورات. این اسرائیل نام یعقوب علیه السلام است. حتی یک روایت هم ابن کثیر ذکر کرده که رسول الله میگه اینا را خواست، گفت که شما را به الله قسم میتم که اسرائیل کی است؟ گفتن یعقوب علیه السلام. گفت شما چرا خیطور میکنید؟ او خب عقیده توحید استوار بود، شرک نمیکرد. یا چه میگن قالت الیهود عزیر ابن عزیر فرزند الله است. و شما چرا شرک میکنید؟ چرا کفر میکنید؟ چرا قرآن قبول ندارید؟ شما خود سیدا هستین، اولاده نبی هستین. همین که سیدا را ببینی آقا را نه، اکثریتش چیزی جرم جنایت هست میکنه. نامش هم چی هست؟ سید. چیستی ما اولاده پیامبر هستیم. خب بسیار خوب. حالا تو که اولاده پیامبر هستی، خواهد همه کده باید تو اطاعت کنی. نمیکنم. ای اولاد یعقوب علیه السلام، اولاد نبی صالح یعقوب که اطاعت میکرد، اذکروا نعمتی، یاد کنین نعمت مرا. اینجا یاد کنین صرف به زبان نیست که این زبان یا یاد از ذهنت یاد کن. اینجا به معنی اذکروا چی؟ اعملوا، عمل کنین. خب اذکروا به معنی ازی که نعمت، شکران نعمت چطور میشه؟ که قبول کو حکم الله را، توحید قرآن قبول کو، پیامبر قبول کو، عمل بکن. این که اگم تا نه نماز میخونه، نه روزه، نه عبادت، نه اطاعت، بس که بگویش که چرا ناسپاسی میکنیم؟ میگه نه نمیکنم، شکر خدایا، شکر به زبان گفتم میره شکر. حالا شکر خود سر به زبان نیست، عقیدتا شکر بکو، عملا شکر بکو، عملا. اذکروا، یاد کنین نعمتی، نعمت مرا. نعمت جنس است، الله نسبت نعمت به خود داده به خاطر شرافتش. بسیار نعمتایی که کرده، التی آن نعمتای انعمت علیکم که ما به بالای شما نعمت کردیم او را. انعمت علیکم چی است؟ خود از یارم و علی آبایکم، پدرایتان هست نعمتا با پدرام شد. چی نعمتا بود؟ لا تعد ولا تحصى، شما حساب نمیشه، بسیار نعمت. بعضش اینجا الله بیان میکنه، پس آن آیتا میاباد براتان گفتم میرم اینی نعمت، اینی نعمت، ایتو نعمتای الله کده. خب موسی علیه السلام که تورات برشان داد، نعمتایی است که به هیچ امت داده نشده. وقتی که نعمت زیاد میشه ناسپاسی کنی، الله جزا میده. و اوفو بعهدی، وفا بکنین، پورا بکنین عهد و پیمان مرا. اوفی بعهدکم، وفا میکنم با پیمان شما. و ایای فرهبون، خاص از ما بترسین، نه از دیگه کس. و اوفو بعهدی، وفا کنین به عهد و پیمان من. عهد و پیمان چی است؟ عهد و پیمان، عهد دیجا مفسرین چندین اقوال بیان کرده. بعضی میگه کلمه توحید، بعضی میگه اسلام، بعضی میگه امر الله، بعضی نه. خلاصه تمام معنی احکام الله را شامل میشه، چه احکام عقیدتی باشد، چه احکام اخلاقی باشد، احکام اجتماعی، سیاسی، تمام احکام. وفا کنین به عهد و پیمان ما. کوچی است؟ ایمان است. شما پیمان کردین که ما ایمان میاریم، شما پیمان کردین که ما اطاعت میکنیم، چرا اطاعت نمیکنیم؟ چرا ایمان نمیاریم؟ اوفی بعهدکم، با ما وفا میکنم به عهد پیمان شما. او چی است؟ عهدی که ما کردیم، الله در صورت چیز هم بیان میکنه مائده، اویی است که جنت ها را برتان میتم، گناهایتان را میبخشم، نعمت های دنیا و آخرت برتان میتم. لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم برسولی و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم و لأدخلنکم جنات. این در سورة مائده اینجا الله بسیار واضح امیر میگه ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، بدون شک الله گرفت وعده محکم از اولاد یعقوب. بنی اسرائیل یک نام دیگه یهود است، از یهودیا، یک نام دیگه. و بعثنا منهم روان کرد الله متعال تعیین کرد از اینا 12 نقیبا، 12 نماینده و کلان قوم، 12 قوم هم بودن اینا. و قال الله انی معکم، الله گفت به اینا چی گفت؟ انی معکم، بدون شک ما به امرای شما هستم، نصرت و ما، مدد و ما به امرای شما هست. خو شرط داره الله که نصرت میکنه، لئن اقمتم الصلاة، این شرط، به شرطی که شما پابندی کنین به نماز.
از این فهمیده میشه نماز در کل ادیان بوده. و آتیتم الزکات، به شرطی که شما نماز بخوانین، زکات بتین. و آمنتم برسولی، به شرطی که به کل رسولا ایمان بیارین، به یک از خود نه، هر رسولی که میاد ایمان بیارین. و عزرتموهم، و احترام و عزت کنین انبیا را، نصرت کنین انبیا را، احترام عزت و نصرت. و اقرضتم الله قرضا حسنا، برای الله قرض نیک بتین، در راه دین الله پولتان را مصرف کنین. اگر این کارا را کردین، ایمان آوردین، نصرت کردین نبی را، نصرت چطور میشه؟ در صفش باشیم، کار دعوت یک جاشه. باز من چی میکنم؟ لأکفرن عنکم سیئاتکم. در اینجا چی گفت؟ اوفو بعهدی. عهدش چیست؟ اقمتم الصلاة، اتیتم الزکات، آمنتم برسول. این بعضی عهود است، کلشان بیان نمیکنم. اوفو بعهدکم، اوفو بعهدکم لأکفرن عنکم سیئاتکم. گناه شما را چی میکنم؟ محو میکنم. ولو ادخلنکم جنات، حتمی داخل میکنم شما را در جنت ها، تجری من تحت الانهار، که در زیر درختها از این نهرها میره. فمن کفر بعد ذلك، کسی بعد از این کافر شد، منکم از شما، فقد ضل سواء السبیل، گمراه شد از راه برابر. این عهد الله از اینا گرفت، ولی اینا چی کردن؟ فبما نقضهم میثاقهم، نقض کردن عهد و پیمان خودان را، به سبب ازی لعناهم، ما لعنتشان کردیم. یک مؤمن بودن، کتاب داشتن، نبی داشتن، ولی عهد و پیمان که شکستان، الله چی کردش؟ لعنتش کرد. ما و شما همین کسای مؤمنینی داشتیم، نه؟ عهد و پیمان کردن که ما کجا را آزاد میکنیم؟ مسکو. نگفته بودن؟ وقتی که همین عهد و پیمان خدا رو شکستان، الله چی کرد؟ لعناهم، لعنتشان کرد. حالی تو یک ویروس شده، میخیزه چیزی میگه. دوستترین انسان، غاصبترین انسان، ظالمترین انسان، بدماشترین انسان، آدم کشترین انسان، حالا همون گروپش باند شده، خودش رئیس باند مافیا شده. شده یا نه؟ الله ای تو نیست که کسی خویشاوندی نداره که اگه خوب بودی نبودی، اگه عالم هست والا برو ایره هیچ غرض نمیگیرم. نه، لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، دلهایشان سخت شد. یحرفون الکلم، این تو شد که تحریف کردن، قرآن تحریف کرد همین یهود به سبب نقضش. بعضی همی کسا هم داریم قرآن چی میکنه؟ تحریف میکنه، تغییر معنایش تغییر میده. یک ملا را سابق میگه شوروی که آمد، گفت مردم خدا در قرآن میگه که شوروی در بینتان میایه و امرهم شورا بینهم. گفت شورا اصل شوروی است، کاری مسلمان ها همی میباشه که شوروی در بینشان میایه، قبول کنین شوروی را. میگه گفت که مردم همی زمین از خداست، شوروی هم بنده خدا. آره بنده خدا را در روی زمین خدا شما نمیمانین، چرا تو میکنین؟ چقدر دلیل خوبش؟ زمین از کیست؟ از خدا. شوروی کیست؟ بنده خدا. بنده خدا سر زمین خدا آمده. مردم گفت چی بی دین شد؟ گفت بعد از اون گفت صبح دیدیم که همون توتش کرده، در بوجی در مکوته سنگی انداخته بودن. ای تو دلایل میگن. توبه، این تحریف. حال ببینید تو تعریفات میکنن، نامش نمیگیرم. چنان تحریف میکنن، چنان چیزی میگه، توبه. حیران میمانی. حیران میمانی. من گپایشان رو میشنم، حیران میمانی. افسوس دیگه چی بگویم؟ افسوس که یک قوت صحیح نیست که تو آدم ها رو ما جزا بتیم از الله بترس. تا کجا این تفسیر کسی کردنه؟ قرآن ای تو تغییر میته، لفظ خو نمیتونن. یهودی ها چی کردن؟ لفظ هم تغییر دادن کم، معنا را خو بیخی دیگه ای تو تغییر میدادن. اگر صفات رسول الله هم در توراتی بود که مویایش سیاس، چشم بسیار زیبا، قد در میانه داره، ریش بسیار زیبا داره، صحابه تابعدارایش اجرت میکنه، در سایه مکه میآید، به مدینه میآید، اینی صفات اینی کارا را میکنه، مردم دعوت میته، پیامبر کل دنیا را دعوت میته، روز به روز زیاد شده میره. همین گپا یا چی میگفتن؟ چشمایش سوز است بسیار، مویایش زرد است. و میگفتن خیلی چشم زرد، سوز موی زرد خطابال نامده. رسول الله صلی الله علیه و آمده بود. خب دیگه تابعدارایش بسیار آدمای بی غیرت هستن، کاری که کسی ندارن. همین کل چیزا تعریف میکردن، تغییر میدادن. و اوفو بعهدی، وفا کنین به عهد و پیمان ما که چی بود؟ و انا ایمان و اطاعت. ما چی میکنم؟ الله گفت که اوفی بعهدکم،
ما وفا میکنم به عهد پیمان شما کوچی است لو ادخلنکم لو کفرن عنکم سیئاتکم ولو ادخلنکم جنات در باغا داخلتان میکنم گناهتان هم میبخشم ولا ننصرنکم در دیگه نصرتتان میکنم اینی معکم و ایای فرهبون و خاص از ما بترسین. چی معنا؟ در ایمان آوردن در اطاعت و فرمان برداری از کسی نترسین، از ما بترسین. این آیه مقدم شده معنای حسر میده. فرهبون، راهب، رهبانیت، این یک اصطلاحی بود که در یهود و نصارا بود. مسلمان ها را الله میگه و ایای فتقون، زیاد تقوا را ذکر میکنه. این اصطلاح مسلمان ها، راهب، رهبانیت، کسی که عبادت الله را میکرد، آدمای نیک، وقت راهب میگفتن. فرهبون، فقط از ما بترسین. چی معنا؟ در اطاعت و بندگی مشکلات میاد، از کسی نترسین. اخشونی دو، فقط از ما بترسین دیگه. و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم. بینا چی کرد الله؟ اول امری کرد اذکروا نعمتی، دوم اوفوا بعهدی. نعمتی تو میشه که وفا کنین به عهد و پیمانم. دیگه امر چیست؟ و آمنوا، ایمان بیارین بما انزلتو، با او کتابی که من نازل کردم. الله میگه من نازل کردیم. مصدقا لما معكم، که تصدیق میکند، موافق است از برای آن کتابی که به همراه شما است. و کتابی که به همراه شما تورات در عقیده او را تصدیق میکنه. ولا تکونوا اول کافر بی، نشوین اول کافر به می قرآن. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، انتخاب نکنین در برابر آیات ما دنیای کم. دنیا را انتخاب نکنین، دنیای ناچیز، دنیای سرمایه ناچیزه. و ایای فتقون، خاص از ما بترسین. از آیات قبلی فهمیده شد که اینا ناسپاس بودن، دیگه ای که به احکام الله عمل نمیکردن، دیگه ترسو بودن، از غیر الله میترسیدن. نه یهودی ها. در این آیت چی میگه؟ از اینجا فهمیده میشه که کافر هستن. در الله میگه ایمان بیارین، ایمان با فتن با غیر مسلمان دیگه کافر نشین. از این فهم اول کافر بودن، دیگه این فهمیده میشه دنیا پرست بودن، به خاطر دنیا کافر بودن. چقدر بد صفت یهود. اولین کسی که به خاطر دنیا کافر شده یهود است در دوران رسول الله. دیگه و ایای فتقون، و فقط از ما بترسین. خب این خود ترجمه تحت لفظی ما یکم دفعه یادم میره. این تو میکنیم که اول یک بار ترجمه کنیم باز دوباره سرش بیم. همین چیز ماست، یکم دفعه یادم میره، دوستان تقاضا کردن که میتور بکنم، تو میکنیم. و آمنو، ایمان بیارین، امر است. امر الله حکم است. هم حکم، احکام زیاده، یکی احکام ایمانی است. ایمان بیارین. به چی ایمان بیارین؟ اینا میگفتن ما ایمان آوردیم به تورات، به موسی. نه، میگه به ما انزلتو، با او کتابی که ما نازل کردیم. کوچی از قرآن است، قرآن عظیم شان. به این قرآن ایمان بیارین. دیگه مصدقا لما معكم، اینی قرینه است که ما انزلتو قرآن. این تو کتابی که تصدیق میکنه لما، از برای چی؟ آن کتاب من التورات فی معكم، که به امر شما. تصدیق چی؟ در امور توحید. در تورات هم عقیده توحید است. دیگه نبوت در اونجا هم گفته با کل انبیا ایمان بیارین. دیگه موافق هستی به امر از در بعض احکام فرق داشت. حتی دوام قصاص بود، دوام زنا حرامت، دوام سود حرامت، دوام گوشت خنزیر حرامت در تورات، پس موافق است. در بسیار احکام موافق است. در اخلاق دین کل انبیا یکی بود، یک چیز است. دیگه در عقیده توحید، عبادت و اطاعت غیر الله را نکنی، از هیچ کس، این موافق است. یعنی تو نیست، چیزی نیست که فرق بکنه یا کتاب شما را رد بکنه. این تو یک چیز نیست. ولا تكونوا اول کافر به، نشوین اول کافر، اول من کفر من اهل الكتاب، اول کسی که از اهل کتاب است. اینجا سوال پیدا میشه که اول کافر خب مشرکین مکه بود، نه؟ که رسول الله صلی الله علیه و انکار کرد، ابو جهل و عتبه و شیبه. چرا الله اینا را اول کافر گفته؟ سوال جوابش است که اول کافر از جمله کی؟ اهل کتاب. اولین کافر اهل کتاب نشین. حق شما است که اول کسی باشین که ایمان بیارین، زیرا شما خود میفهمید، حالا شما خود دانسته هستین، اول شما باید قبول کنید. همین مولا را که بگوینی، مولا صاحب، مولوی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، حالا از همه که خود تو میفهمید، تو چرا قرآن سنت قبول نداری؟ هم ببینی که اول مولا خراب میشه. بخاری را هم درس میتم، همین حدیثی که در بخاری اول کی ردش میکنه؟ مولا. میگه ایده مذهب من نیست. او مذهب پسان پیدا شد، از الله بترس. حالا تو
ما و شما اول در مذهب کیستیم؟ رسول الله صلی الله علیه و مذهب، طریقه و روش. الله در قرآن نمیگه که مذهب، میگه قل اطیعوا الله و الرسول تحت ظل، اول از او است. با مذاهب که گپ میگن موافق گپ از اونا بود، باز و اولی الامر منکم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، بعد از او گپ از اونا موافق باشه. مذهب خب پسان پیدا شد. اول کافر نشین از اهل کتاب، اینا از این فهمیده میشه که اول کافری شده بودن. این یک قباحتشان. دیگه چی؟ ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا. ما و شما قبلا خواندیم اولئک الذین اشتروا الضلالة، اشترا گفتیم به معنای مشتری خریدن میگه، با که داخل میشه در ثمن و پیسه داخل میشه. اینجا الله چی میگه؟ لا تشتروا، نخرین در بدل آیات ما دنیا را. یعنی نهایت قباحتشان بیان میکنه. آیات دین دادن، دنیا را گرفت، دین فروش. به خاطر دنیا که دین فروختن، این مردم است کی؟ یهود. هر کسی به خاطر دنیا دین بفروشه، دین اله بته، این چی است؟ صفت یهود داره. الله نجات بده. بسیار بد صفت است. خب لا تشترو، باز گفتم اینجا معنای لازمیش استبداله، تبدیل نکنین به آیاتی در بدل آیات من که واضح است که نازل کردیم به بالایتان. چی را؟ ثمنا قلیلا، یک دنیای فانی کم. ثمن پول، قلیلا کم. چی را میگه؟ اینا چی میکردن؟ صفات رسول الله صلی تغییر میدادن، باز پول میگرفتن. خب به خاطر که اینا مرید داشتن، پیسه به اینا می آورد، میگه فقط ما ایمان بیاریم پیسه را دست میتیم. مثل که بعض ملاک هست، نه میگه اگر ما اسقاط رد کنیم خب پیسه را دست میتیم، نه بگوییم که اسقاط در اسلام نیست، خلاص شد، چقدر پیسه را دست داد. اگر بگوییم که ختم خیرات در روز اول 2 و 3 نیست، او از چقدر پلوا محروم شو میشیم. اگر بگوییم که فاتحه نیست در مسجد، از چقدر پیسه دیگه محروم میشیم. یک تا مسجد هست، یک مولویش قرام تو 6 تایی است، خب بعد از پیشین قرام تو 6 تا فاتحه خوانده میره. هر روز اونجا یک روز بعد خواست فاتحه که خواندم تو با آخر که 1000 دادش، میگه خب کم است، 1000 کم است. میگه چند؟ میگه 2000 بود. 2000 میگیره، خب روز اگر 2000 بگیره ماهی چند میشه؟ 60000. اگر یک روز بعد باشه ماهی 30000. اگر 2 روز بعد هم باشه ماهی 20000. 20000 از فاتحه میه، 1000 هم از اسقاط میه، و چقدر پلاو هم از یک روز 2 و 3 و 4 میه. نه دیگه هفته و هفته تا بعضی میگه مرده که مرد تا 40 روز نان مکلف وکی بده با ملا صاحب روان کن. ملا دیگه به خیمه خیرات یا ماده شده. اگر نه رسول الله صلی الله علیه و صدقه به بالای ما حرام است. نه این باید میگن علماء ورثه الانبیاء، اگر وارثین انبیا است خیلی صدقه خور و خیرات خور نباش. نه دیگه باز میگن که اگر گفتیم ختم نیست، اوه دو پیازه و چند پیازه و از این چیزا میمانیم. نه در هفته چند بار خو ختم است. نه کل زندگی ما دینمی میچله، میگه اسقاط، فاتحه، ختم، نکاح. اگر بگویم که در نکاحی تو گپای حق بگویم کسی پن در نکاح بده، آزان دادن در گوش از او دو، تاویز در تاویز چقدر پیسه میاد. اگر بگویم تاویز نیست چقدر سرمایه را دست دادیم. میگه کلی ما را مار گزیده که در ماه 50000 درک تاویز اسقاط این گپا میاد. تو میگی که بگو که این بدعت است، ناجایز است. یقین کنین یک دلیل بزرگش نمیست. ولی الله اینمی تو آدم ها را ذلیل کرده، هیچ چیز نمید. ما الحمدلله نه اسقاط میخورم، نه نان ختمه، نه نان فاتحه را، نه نان یک روز 2 و 3 و 4. زندگی ما یقین کنین از اینا کده خوب است الحمدلله. نگاه دنیا اگر پیش دنیا و قبل ضرور نیست که زندگی انسان خوب باشه. از اینمی کده ما بسیار خوب است. اینمی چیزایی که اینا مرداری میخورن، نه حرام. کل کتابای مذهب میگه که همین پیسه حرام است. کل کتابا همین نان ختم نه میگه حرام است. به خاطر ایصال ثواب، قاری که میگه خان ثواب به خودش نمیشه، بعدگاه خود نمیشه. ده اتفاق است. اسقاط در دوران امام ابو حنیفه رحمه الله نبود. امام ابو حنیفه رحمه الله حیله اسقاط هیچ نمیشناسه. اینا دادم بو بیچاره بسته میکنن تو هست میگن این تو چیزایی را دادم به امام صاحب بسته کردن، خب افتراء کردن. یقین هیچ بیچاره خبر نیست، بیزار است. این امامش چقدر گناه است. خودت گناه میکنی، گناه تا کردن کی میپرتی؟ مذهب میپرتی. حالا بیزار بود از این گپا. الله نجات بده. خب
پس پیسه ثمن، خود پیسه دیگه. ثمن چی را میگه؟ هدایا و توفا. کیم از انگور باشه و انار باشه و گندم باشه، برنج باشه و روغن با این چیزا هم برشان می آوردن. خب دیگه مثل که به پیر صاحب نه یک 10 بوجی برنج آوردم، لنگرت گرم باشه خیر ببینیم. میگه او میگه 10 روغن آوردیم پیر صاحب، بسیار خوب بانشم بجا یک ذره دیگه هم کوشش بکنه کم آوردی او میگه 10 دانه آوردیم، خب میگه هنوز هم کم آوردی، یقین کن کم آوردی. اون سیدی های شانه سعی کن دستایش که ماج میکنن دم دستش 1500 او هم میگیره ایسو انداخته میره جیبش جای نمیشه، بوجی رو دیگه گرفته دم بوجی انداخته میره. یک پیر است خب نامشه نمیگیرم، حال مرد دیگه، حال مریدایش از خلیفه هایش است. خب همین میگیره و دستش بوسه میکنه و پیسه هم دستش میته تو میگیره پیش میکنه اینجا انداخته میره. زمین ها را خریده، بلند منزل ها را خریده که گردن هم اینقه که از خوردن بخی کشتن هم میتونست. چندین قسم موتر با وقتی که زمین ها را کش میکنه مریدا میاد یک روز کشتش میکنه، 1000 تا مرید میرسه. روز دراو که میشه کجاست این کلش میرسه دراوش میکنه. ها امروز ما میخوایم خانه جور کنم کلگی میرسه. یکی مزدورکار میشه دیگه گلکار، هر کس خدا بینش هست. پیر صاحب تو دیگه فقط فرمایش بده چه قسم خانه جور کنیم. بسیار به صورت در ظرف یک هفته میخوایم، میگه ما در 5 روز برای جور میکنیم، عاجل خانهش بالا میشه. این میتوره است. خب بود امیال هم است. یکی دیگه خود ریاست قدرت ایام پیسه است. خب ریاست قدرت باز بسیار شیرین است، از همش کده. خب زیرا دو کس هم پیسه است هم قدرت است. ثمن قلیل یا ریاست داشتن. نگیرین در بدل آیات ما دنیای کمه. قلیل چرا میگه؟ اینجا بعضی ها میگه کم نگیرین زیاد بگیرین. نه اینجا کم یعنی همی کل دنیا فانی است، کمه در برابر آخرت هیچ چیز نیست. دنیا کلها متاع. رسول الله میگه دنیا کلها متاع، دنیا کلش متاع است. متاع لحظت بهره زودگذر است. و خیر متاعها، بهترین متاعش چیست؟ المرأة الصالحه، زنی که صالح نیک باشه برای مرد و برای خانم یک شوهری که صالح و نیک باشه، اخلاق دیندار، ظالم نباشه، عادل باشه. از این که واقعا که دیگه چیز زیبا نیست. این ناق مردم پشت موتر و گپا میدن. اگر زن خراب بود، بیدین و بدبخت بود، عیاش بود، با استابایت میکن. روز خوب نداری. بعضی از زنهای شانه دیدینی خراب است، میگه خانه برم جهنم است، که می داخل میشه زدنه کرد پس میبراید. خب اما روی بروی میشه و کت زن جنجال است. خب زن میگه تو کدی پس میبراید. صاحبم میگه اگر بزنی چی کنی؟ نزنی چی کنی؟ طلاق بتی میگن زن طلاق است، کسی دختر نمیده. چی کنیم؟ میگه چه مصیبت افتیدیم. بسیار تلاش کنین که دیندار، فسفر به ذات دین. زن که دیندار بود تقوا داشت آرام است و باز میفهم. اگر زن تقوا نداشت کاری را که با زن خرابی میکنه هیچ کس نمیکنه. اگر میکشی هم در جنجال. یک مولای صاحب میجا بود زنش خراب بود، به اجازه و سمیره آخر نشد. یک روز آمد یک چند سیلی زدش، خیس خدا در دار زد. که در دار زد شوهر بیچاره گرفتندش بردندش 16 سال قید. یعنی چی کنی که تو زن؟ میزنی هم در مصیبت، نمیزنی هم در مصیبت. دیگه الله از تو زن نجات بده. نه از این زنای بد. مردم اگه میتور لچک بود با زن در تکلیف. چند زنای دیگه است که شوهرشون پودری است که میاد چپه میکنه میزنه طلایش میگیره میره پودر میخره. این از تو زن چی کنی؟ از تو شوهر چی کنی؟ هر دوش خراب. باش که هر دو طرفه بگویم نگوین زنا قار نشن سرم. ولا تشترو بیاتی ثمنا قلیلا، نگیرین در برابر آیت ما دنیا را. این صفت یهود بود. و این آیه فتقون، فقط اسم بترسین دیگران. یا بخاطر از این فهمیده میشه که کفرشان بخاطر چی بود؟ دنیا بوده. نه دنیا را نگیرین.